اینترنشنال به تازگی ویدیویی را نشر کرده که رسوایی ملا احمد آخوند رئیس برشنای کابل با محافظش را نشان می‌دهد. این ویدیوی بدون صدا یک اتاق ساده با یک بستر آماده را نشان می‌دهد و با کامرای گرفته شده که به نظر می‌رسد مخفیانه در گوشه اتاق کارگزاری شده است. از آنجایی که معلوم نیست این مرد جوان با رضایت خود به این رابطه تن داده یا ملا احمد آخوند او را وادار به همخوابگی کرده است، هویت او افشا نشده است. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند مرد جوانی که با ملا احمد زیر لحاف می رود 21 ساله است و پیش از رئیس طالبان در شرکت برشنا در کنار ملا فاضل معین وزیر دفاع این گروه هم دیده شده است. ملا احمد آخوند اخیراً به فرمان ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان بر ریاست شرکت برق کابل یا برشنا گماشته شده است. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که ملا احمد که از سران زورمندان طالبان است با دیگر اعضای جوانتر این گروه هم همخوابگی کرده است. این ویدیو که تاریخ ثبت آن معلوم نیست در حال نشر می شود که گروه طالبان میگوید بر اساس شریعت اسلامی رابطه جنسی میان دو مرد لواط است و کسانی که چنین عمل را انجام می دهند مستحق مجازات هستند. با این حال تجربه 2 سال گذشته نشان داده است که گروه طالبان با وجود سختگیری و رفتار خشن با مردم عادی عملکرد مشابه مقام‌های خود را نادیده می‌گیرد. افغانستان اینترنشنال به تازگی